راه زندگی. برنامه ای از دکتر سیامک منجزی. هر پنجشنبه ساعت 9 شب با دکتر سیامک منجزی، روان درمانگر، مشاور کودک و خانواده. یاری اندر کس نمی بینم، یاری اندر کس نمی بینم. یاران را چه شد؟ دوستی کی آخر آمد؟ دوستداران را چه شد؟ آب حیوان تیرگون گشت، خضر فرخ پی کجاست؟ خون چکید از شاخ گل، ابر بهاران را چه شد؟ کس نمی گوید که یاری داشت حق دوستی، حق شناسان را چه حال افتاد؟ یاران را چه شد؟ لعلی از کان مروت بر نیامد سال هاست، تابش خورشید و سعی باد باران را چه شد؟ شهریاران بود و خاک مهربانان این دیار، مهربانی کی سر آمد؟ شهریاران را چه شد؟ 100,000 گل شکفت و بانگ مرغی بر نخاست، عندلیبان را چه پیش آمد؟ هزاران را چه شد؟ گوی توفیق و کرامت در میان افکنده اند، کس به میدان در نمی آید، سواران را چه شد؟ زهره سازی خوش نمی سازد مگر اوتش بسوخت، کس ندارد ذوق مستی، میگساران را چه شد؟ حافظ اسرار الهی کس نمی داند خموش، از که می پرسی؟ از که می پرسی که دور روزگاران را چه شد؟ سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز. دکتر سیامک منجزی هستم، مشاور کودک و خانواده و متخصص روانشناسی اعصاب از کلینیک روان درمانی و طب گیاهی دکتر منجزی در انسینو و گلندل. دوستان اگر در رابطه با برنامه ما یا خدمات ما سوال و پیشنهادی دارن میتونن با ما تماس بگیرن. اطلاعات ما رو از روی وبسایت monjezi.com monjezi.com میتونن به دست بیارن. در این مرکز من با همکاری خانم دکتر فاطمه سعیدی که ایشون هم مشاور کودک و خانواده و متخصص روانشناسی اعصاب هستن و همچنین دکتر مریم منجزی که متخصص طب گیاهی و طب سوزنی هستن خدماتی رو ارائه میدیم. دوستان طبق معمول هر پنجشنبه شب 9 تا 10 در خدمت شما هستم و در کنار همکار عزیز آقای فرشاد بلندیان. خسته نباشید آقای بلندیان. شما آهنگ هندی هم اینجا پخش میکنید داره خد یه ستونی وسط کم داری. خب دوستان امشب در رابطه با یک سوال خیلی مهم میخوام صحبت بکنم که چرا دچار اختلالات روانی میشیم و چه رابطه‌ای بین تجربیات زندگی ما، در واقع حافظه ما و شکلگیری عواطف وجود داره.
چه فرایندی در خودآگاه ما یا ورکینگ مموری ما یا اورنس ما رخ میده وقتی مضطرب، افسرده و یا خشمگین میشیم و چگونه میتونیم خودآگاه خودمون رو یا ورکینگ مموری خودمون رو در مقابل حملات مشکلات هیجانی مثل افسردگی، اضطراب، خشم در واقع محافظت بکنیم. در واقع تمرین ها و اگزرسایز هایی وجود داره در این رابطه برای کنترل تمرکز و شیفت دادن تمرکز، جابجایی تمرکز در این موارد که فرصت بشه راجبش حتما باهاتون صحبت خواهم کرد. اما قبل از که وارد بحث اصلی بشم، آهنگی رو که آقای بلندیان برای ما انتخاب کردن رو با هم میشنویم و به دنبال اون با ما باشید. از اینجا تا به بیرجنس گداره اولی نقش و نگاره، گدار دومی مخمل بپوشم، گدار سومی دیدار یاره. گل زردم همه دردم ز جفای تو شکوه نکردم، تو بیا تا دور تو گردم. ای یار جانی دوباره بر نمیگردد دیگر جوانی. ای بانوی من بیا یک دم بنشین رو زانوی من. بیا تا گندم یک خوشه باشیم، بیا تا آب یک رودخونه باشیم. یکی صوفی شوی من در خرابات، یکی جارو چشم میخونه باشیم. گل زردم همه دردم ز جفای تو شکوه نکردم، تو بیا تا دور تو گردم. دوباره بر نمیگردد دیگر جوانی. ای بانوی من بیا یک دم بنشین رو زانوی من. ای یار جانی دوباره بر نمیگردد دیگر جوانی. ای بانوی من بیا یک دم بنشین رو زانوی من. خب دوستان، خسته نباشید. امیدوارم که هم از برنامه ما لذت ببرید هم فایده. راجع به این می‌خواستم صحبت بکنم که ما اصولاً چرا دچار اختلالات روانی میشیم و چه رابطه‌ای وجود داره بین حافظه ما و این اختلالات. چون وقتی ما راجع به اختلالات روانی صحبت می‌کنیم، راجع به تجربیات زندگی صحبت می‌کنیم. تجربه ناخوشایند زندگی در دوران کودکی، دوران نوجوانی، دوران رشد یا حالا به طور خفیفترش در دوران بزرگسالی میتونه تاثیر منفی بذاره روی عواطف ما، روی احساسات ما، البته روی هیجانات ما تاثیر منفی میذاره. بعد اون هیجانات لحظه‌ای که در مقابل یک مسئله شکل میگیرن تبدیل میشه به یک احساس، یعنی هیجان طولانی مدت، و بعد تبدیل میشه به عاطفه، چیزی که بهش میگیم عواطف. عاطفه اصولاً از ارتباط بین دو چیز صحبت میکنه. وقتی من میگم مثلا عاطفه این شخص به این صورته یا عواطف این شخص به این صورته، منظورم اینه که در مقابل دیگری یا در مقابل چیزهای دیگه‌ای که در اینجا وجود داره یک احساس خاصی دارم که بر مبنای تجربه شکل میگیره. خب پس در واقع ما داریم راجع به حافظه صحبت میکنیم. چه اتفاقی در حافظه ما میفته؟ چرا یه اتفاق، یه مسئله‌ای که در گذشته افتاده همچنان با ما هست و ما رو آزار میده و ما هر کاری میکنیم از دستش خلاصی نداریم؟ اصولاً این بار عاطفی که این حافظه ما داره، این تجربیات ما داره و در سیستم عصبی ما در واقع یک جای پای خیلی قوی میذاره. سمج و ولکن نیستن و همچنان
در زندگی ما تداوم دارن، اصولا چه رابطه‌ای وجود داره این قسمت و چرا اینقدر حافظه که از وقایع گذشته داریم، اینجا راجع به خصوص اکسپلیسیت مموری دارم صحبت میکنم که تو هیپوکامپس وجود داره و امیگدالا، چرا حافظه ما یا در واقع هر خاطره‌ای، بذار اینجوری بگم، یک بار عاطفی قوی داره و بعضیشون خیلی قوی تر هستن. اونایی که خیلی خوشایندن به ما احساس خوبی میدن وقتی به یادشون میافتیم، اونایی که خیلی ناخوشایندن وقتی ما به یادشون میافتیم یا به طور غیر مستقیم به صورت در واقع نیمه خودآگاه یا ساب کانشسلی روی افکار ما و احساسات ما و ارتباط با دیگران تاثیر منفی میذارن. در واقع باید ببینیم که اصولا حافظه ما چرا انقدر بار عاطفی قوی داره. یک دلیلش، حتی یک دلیل کلی رو بگم. ببینید شما اگر به آناتومی سیستم عصبی نگاه بکنید، زیر پوسته مغز قسمتی هست که بهش میگیم لیمبیک سیستم. قسمتیه که در واقع میشه گفت که طبقه میانی مغز ما. اگر مغزمون رو از در واقع نخاع بالا، از مخچه به بالا تقسیم بندی بکنیم، میتونیم بگیم سه طبقه داره. طبقه بالاش که پوسته مغز ماست، طبقه وسط قسمتیه که عواطف و احساسات ما و هیجانات ما رو کنترل میکنه. جالبش اینه که تمام مخزن‌های حافظه ما در این طبقه میانی قرار دارن، یعنی در لیمبیک سیستم هستن، در جای قرار دارن که ارتباط خیلی مستقیمی با عواطف و احساسات و هیجانات ما داره. یعنی از لحاظ بحث آناتومی یه دلیل اصلی که تمام خاطرات ما یک بار عاطفی قوی دارن، به خاطر اینکه قسمتی که احساسات ما رو کنترل میکنه قسمتی هم هست که مخزن ذخیره حافظه ما هست. البته قسمت‌های مختلف هست. من اینجا راجع به دو قسمت خیلی مهم میخوام صحبت بکنم. یکی از بهش میگیم که هیپوکامپس، که این در واقع خاطرات ما رو از وقایع و اتفاقاتی که افتاده ذخیره میکنه. مثلا شما یادتون میاد که دیروز چی خوردید، یادتون میاد که هفته پیش چه کار کردید، 5 سال پیش کجا بودید. و یه قسمت خیلی کوچیک‌تر هست به اسم امیگدالا که این یک در واقع استوریج یا یک انبار خیلی مهمیه، به خاطر اینکه خاطراتی که بار عاطفی خیلی قوی دارن، چه خوشایند چه ناخوشایند، هر دو رو ذخیره میکنن. تا چند سال پیش متخصصین فکر میکردن که امیگدالا فقط مخزن خاطراتیه با بار عاطفی منفی و ناراحت کننده، اما الان متوجه شدن که نه، خاطرات خوشایند رو هم ذخیره میکنه. بالاخره فقط منفی نیست، یه جوری خیرش هم بالاخره امیگدالا میرسه به ما. اما چرا اینقدر رابطه نزدیکی وجود داره؟ چرا اِوولوشن، تکامل در سیستم عصبی ما همچی کاری کرده که مخزن خاطرات ما رو جای قرار داده که دقیقاً مستقیم با هیجانات ما و احساسات و عواطف ما سر کار داره؟ کسانی که متخصص در واقع آنتروپولوژی هستن، انسان شناسی هستن و در رابطه با تکامل مطالعه میکنن، یه نظریه دارن، میگن که ما انسان ها در طول تکامل یه چیزی حدود، اگر نوع بشر رو بریم عقب، یه چیزی حدود شاید تا 1 میلیون سال بتونیم بریم عقب از زمانی که این نوع بشر به شکلی پیدا شد و ما تا حدود میشه گفت که 30,000 سال پیش که هنوز نیاندرتالا بودن، بعد تا یه چیزی حدود بین 10 تا 7,000 سال پیش که اصلا تمدن به وجود اومد، تمدنی که بشه وقایع رو ضبط کرد، به نسل آینده منتقل کرد و در واقع تاریخ رو و تاریخ بشر رو و تمدن بشری رو شکل داد. در طول تاریخ در واقع حافظه بشری از اون موقع شکل گرفته. تا این زمان ما انسان‌هایی بودیم که قدرت کنترل کافی در محیط اطرافمون نداشتیم. یعنی تو غار زندگی میکردیم، تو جنگل زندگی میکردیم، تو دهات زندگی میکردیم، توی شهرهای کوچیک زندگی میکردیم، در معرض خطر حمله همیشه بودیم و اینقدری که الان امنیت داریم امنیت نداشتیم، به خصوص در مقابل خطر حمله مثلا حیوانات دیگه یا انسانهای دیگه، قبایل دیگه.
بنابراین برای اینکه بتونیم بقای خودمون رو حفظ کنیم در مقابل خطر، زندگی خودمون، بقای خودمون و بقای نسل خودمون، خانوادهمون و قبیلهمون رو حفظ بکنیم، نیاز داشتیم که از تجربیاتی که داریم درس بگیریم. یعنی چی؟ یعنی اگر مثلا شما، منظورم از شما البته خب منظورم انسان‌های قدیمی، اجداد ما، زمانی که داشته تو جنگل راه میرفته، اول بوی مثلا یک باد بوی یک پلنگ رو به سمتش آورده، بعد پلنگ بهش حمله کرده، این بو میره توی قسمت لیمبیک سیستم، توی اونجا ذخیره میشه و در واقع به عنوان یک زنگ خطره. یعنی دلیل این که این همه ارتباط نزدیک بین حافظه و خاطرات ما و احساسات ما وجود داره، فقط تا اونجا که مشخصه و فعلا یه نظریه خیلی مطرح است، اینه که ما نیاز داشتیم از تجربیات گذشته خودمون برای حفظ بقای خودمون و برای تداوم نسل خودمون استفاده بکنیم. به خاطر همین خیلی مهم بود که بدونیم چه نوع واکنش هیجانی نسبت به تجربه چه واقعی نشون میدیم و همیشه اینجا مسائلی که اینجا عمدتاً مطرح بوده عمدتاً مسائل خطرناکی بوده، اتفاقاتی که برای ما میافتاده. و به خاطر همینه که شما مثلا میبینید سلول‌های بویایی ما مثلا قبل از اینی که بخواد وارد قسمتی بشه که بتونه مغز تجزیه و تحلیل بکنه، قسمت بویایی مغز بتونه تجزیه و تحلیل بکنه که مثلا این چه بویه، میاد از روی توی هیپوکامپس رد میشه. یعنی اولین کاری که میکنه در واقع ما از فهمیدن یه بو دچار یک حالت هیجانی میشیم بدونی که اصلا بدونیم این بو چیه. البته این زمانش خیلی کوتاه، شاید کمتر از 1 ثانیه. این نشون دهنده اینه که چقدر مثلا خاطرات بو نقش خیلی مهمی داشته در ارتباط ما با واقعیت اطراف، در ارتباط ما با جهان فیزیکی اطراف، در ارتباط با حفظ سلامت خودمون، حفظ جان خودمون و مقابله با خطر. بنابراین این یک پدیده و یک فرایند تکاملیه که تمام مخزن‌های حافظه ما در واقع در قسمت لیمبیک سیستم قرار داره، یا حالا میگم تمام، میتونیم بگیم که اکثرشون، چون هنوزم خیلی بحث وجود داره که واقعا آیا حافظه فقط در همین قسمت وجود داره یا اینی که در قسمت‌های دیگه مغز هم در شکلگیری حافظه آیا نقشی دارن. یه بحث خیلی تکنیکالی که فعلا با این کار نداریم، ولی چیزی که مسلمه اینه که میدونیم مرکزی که عواطف ما رو کنترل میکنه در واقع مخزن حافظه ما هم هست. به خاطر همینه که زمانی که شما در نظر بگیرید یک بچه در یک خانواده بزرگ میشه که توش تشنج وجود داره، در شرایط این خانواده و در زمانی که داره بزرگ میشه احساس ناامنی زیادی میکنه، بهش بی‌احترامی میشه، بهش توهین میشه، تحقیر میشه، نیازهاش برآورده نمیشه و در واقع مسائل و مشکلات زیادی به لحاظ رشدی براش اتفاق میفته. تمام این تجربیات ناخوشایند همه میره در اون قسمت لیمبیک سیستم، قسمتی که عواطف رو کنترل میکنه، ذخیره میشه و همشون با یک بار عاطفی خاصی هستن. چرا بار عاطفی قوی حافظه به اصطلاح حافظه ما دارن؟ به خصوص اتفاقاتی که خیلی مهم هستن در زندگی ما، خیلی دردناک هستن یا حتی خیلی خوشایند هستن. همونطور گفتم دلیلش اینه که به خاطر اینکه مغز ما اصولاً به حافظه، به ذخیره کردن تجربیات گذشته نیاز داره برای اینکه بتونه برای آینده خودش رو مجهز بکنه. چرا؟ چون رابطه ما انسان‌ها با جهان اطراف، با جهان فیزیکی اطراف در واقع بر مبنای مشاهده، اندازه‌گیری، پیشبینی و کنترل. این 4 تا اصلی که در ریسرچ و تحقیق وجود داره. در واقع سیستم عصبی ما به طور طبیعی با جهان اطراف بر این مبنا در واقع ارتباط برقرار میکنه. مشاهده، اندازه‌گیری و در واقع پیش بینی کردن و بعد کنترل. چجوری میتونیم ما یک واقعه رو پیش بینی بکنیم؟ بر اساس تجربیاتی که داریم. یعنی مغز ما به طور خیلی حتی من میتونم بگم افراطی از تجربیات گذشته استفاده میکنه. به خاطر همینه که وقتی ما تجربیات ناخوشایند خیلی شدید و ناراحت کننده به خصوص در دوران رشد داریم، اینها یک سیگنچر یا یک جاپای خیلی قوی در قسمت لیمبیک سیستم یا در قسمت حافظه و خاطرات ما میذارن. چرا؟ به خاطر که میخوان به ما کمک بکنن، به ما اطلاعات بدن
که در آینده دچار اون مسائل نشیم. یعنی حفظ رشد عاطفی ما، حفظ احساس امنیت ما، حفظ این که ما در جای ایمنی زندگی میکنیم، حفظ این که آرامش میتونیم داشته باشیم، دیگران از ما حمایت میکنن و مسئله‌ای برای ما پیش نمیاد، بسیار مسئله مهمیه برای سیستم عصبی. چرا؟ چون که فشارهای عاطفی ما میدونیم که میتونه روی کارکرد غدد مختلف تاثیر بذاره، روی کارکرد سیستم عصبی و روی کارکرد سیستم ایمنی بدن تاثیر بذاره و در نتیجه اینها رو پرکار بکنه و باعث اختلال در فرایند و فعالیت اینا میشه. و شما میدونید وقتی که مثلا کسی که در سالهای طولانی دچار مشکلات افسردگی، مشکلات اضطراب یا مشکلات خشم و عصبانیت و خشونت به مدت طولانی، سیستم ایمنی بدنش چاره‌ای نداره که به طور مدام از سلولهای مغز محافظت بکنه که این فشارهای عاطفی و این ضربات و این دردهای عاطفی صدمات فیزیکی به سلولهای ما نزنن، که این اتفاق واقعا میفته. به خاطر همین ما وقتی داریم راجع به مشکلات عاطفی صحبت میکنیم، دردهای عاطفی صحبت میکنیم، در دراز مدت داریم راجع به سلامت بدن و سلامت سلولهای مغز و سلامت سیستم ایمنی بدن صحبت میکنیم. چه دلیلی داره کسانی که در طول سالهای زندگیشون دچار مشکلات و اختلالات روانی هستن، سنشون که بالا میرسه، میان سالی رو رد میکنن، به 50 55 60 سال میرسن، شما میبینید دچار دردهای بدنی زیادی میشن. مثلا دچار کرونیک فتیگ سیندروم میشن، یعنی غدد فوق کلیویشون از کار میفته، یا اینکه دچار مشکل حافظه میشن، یعنی سلولهای حافظه‌شون قسمت هیپوکامپوس حتی صدمه میبینه. حتی دیده شده که حجمش کوچیک‌تر میشه. کسانی که دچار مثلا افسردگی مزمن در طول سالها بودن، حدود 3% حجم هیپوکامپوسشون، قسمتی که خاطرات و حافظه وقایع رو کنترل میکنه، کوچیک‌تر میشه. بنابراین وقتی راجع به اختلالات روانی صحبت میکنیم، داریم راجع به، از یه طرف داریم راجع به عملاً حفظ سلامت فیزیکی و آناتومی و استراکچر سیستم عصبیمون و سیستم ایمنی بدنمون داریم صحبت میکنیم. پس این مسئله خیلی مهمیه. حالا چه اتفاقی میفته در ورکینگ مموری ما یا در حافظه فعال ما، چیزی که بهش میگیم کانشسنس؟ من همیشه اینو توضیح میدم برای افراد. وقتی میگم ورکینگ مموری یا حافظه فعال، افراد میگن که خب این چیه، چه فرقی با مثلا حافظه غیر فعال داره، حافظه کوتاه مدت یا حافظه بلند مدت داره؟ هر چیزی رو که ما به طور آگاهانه در ذهنمون به صورت ایمیج، به صورت هیجانات یا به صورت کلمات داریم در مغزمون، در حافظه فعال ما و در ورکینگ مموری ما قرار داره. مثلا اگر من از شما بپرسم که تصویر همسرتون رو در ذهنتون مجسم بکنید، تصویر عدد 1 رو در ذهنتون مجسم بکنید، در اون لحظه که شما دارین این کارو میکنید، در واقع این ورکینگ مموری شماست که فعاله. قسمت بسیار کوچکیه در سیستم عصبی ما و قسمتیه که ما بهش دسترسی و کنترل داریم و میدونیم درش چه اتفاقاتی میفته. اما ما به قسمت‌های لیمبیک سیستم خودمون که گفتم اون طبقه وسطی مغز ماست، در واقع اون سنترال نرو سیستم، مغز مرکزی ما، در واقع ما به اون قسمت‌ها دسترسی مستقیمی نداریم. یعنی من الان نمیدونم که مثلا در هیپوکامپوس من یا در امیگدالای من چه خاطراتی با چه بارای عاطفی مثبت یا منفی وجود دارن. من اینا رو نمیدونم، اما اونها همیشه فعال هستن. به خصوص این امیگدالا یا این بادام، در واقع دو تا مثل منازل دو تا بادام کوچیک در نیمکره چپ و راست وجود دارن. چون وقتی ما داریم اینا صحبت میکنیم یادتون باشه هم در نیمکره چپ هستن هم در نیمکره راست. قسمت هیپوکامپوس که به اصطلاح اکسپلیسیت مموری ما رو حفظ میکنه، خاطرات ما از وقایع، و یا قسمت امیگدالا که به اندازه یک بادامه و خاطرات ما رو که بار عاطفی خیلی قوی دارن حفظ میکنه، هم در نیمکره چپ ازش هست هم در نیمکره راست. و در واقع اینها از تجربیات گذشته استفاده میکنن، به طور دائم با ورکینگ مموری ما یا با خودآگاه ما ارتباط نزدیک دارن و دائم سیگنال های عصبی میفرستن. یعنی همینطوری که من و شما الان نشستیم، من دارم صحبت میکنم، شما گوش میدید،
در این محیط قرار داریم و در اطرافمون ممکنه صداها، تصاویر، گفته‌ها و بوها و رنگ‌های مختلفی وجود داره، دائم این دو تا قسمت هیپوکامپس و در واقع قسمت امیگدالا، این دوتا دائم دارن سیگنال‌های عصبی به خودآگاه ما و اورنس ما میفرستن و سیگنال‌هایی که میفرستن تمام دارن خاطرات و تجربیات گذشته رو با چیزی که من الان میبینم و احساس یا تجربه میکنم مقایسه میکنن، به خصوص از لحاظ خطرناک بودن. یعنی سیستم بدن ما، در واقع سیستم عصبی ما با همکاری سیستم ایمنی ما، یک کاری که میکنه اینه که به طور مدام در هر ثانیه و در هر لحظه محیط اطراف ما رو از یک نظر داره ارزیابی میکنه که آیا الان شما تحت یک خطر هستید یا نه، آیا برای شما قرار اتفاقی بیفته یا نه، آیا جان شما، سلامت شما، امنیت شما آیا ممکنه در معرض خطر قرار بگیره یا نه. پس این کاریه که دائم مغز ما داره انجام میده. حالا شما در نظر بگیرید که اگر من مثلا در زمان گذشته، فرض کنید مثلا زمان جنگ رو میگم، زمانی که در تهران اگه یادتون باشه یه مدتی بود که دائم موشکباران‌ها اتفاق میافتاد، مردمی که در خانه هاشون خوابیده بودن ممکن بود خونهشون رو سرشون خراب بشه یا حتی نزدیکشون موشک بخوره و وقتی که نزدیکشون موشک میخورد صدای انفجار، لرزیدن خونه، شکستن شیشه ها، تمام اینها افراد رو به خصوص بچه ها رو و نوجوان ها رو دچار یک احساس ناامنی خیلی شدید میکرد. میدونید چرا؟ به خاطری که در شرایطی ما قرار میگرفتیم، مثلا زمانی که زلزله میاد، زمانی که فرض کنین جنگ میشه، شما تو خونتون هستید، حالا بمب میریزن، هواپیما بمب میریزه و موشک بارون میکنن، شما در شرایطی قرار میگیرید که هیچ کنترلی ندارید. یعنی غیر از این که در مقابل خطر با یک ضعف خیلی شدید تسلیم بشید و به قول معروف فقط دست به دعا بکنید که خدا کنه اتفاقی برای من نیفته، من هیچ کاری نمیتونم بکنم، این حالت معمولا مخرب ترین تاثیر رو در واقع در سیستم عصبی ما میذاره. یعنی احساس ناامنی یا اضطرابی که میتونه طولانی باشه و ما نمیدونیم چه اتفاقی میفته و هیچ راهی و هیچ کنترلی برای پیشگیریش و یا کاهشش نداریم، معمولا مخرب ترین اثر رو در سیستم عصبی ما میذارن. و هر انسانی زمانی که یک همچین تجربی رو بخصوص در دوران رشد داشته باشه، به طور حتم در آینده دچار مسائل و مشکلات روانی خواهد شد که حالا بعد از شنیدن آگهی‌ها و یک آهنگ دیگه براتون توضیح میدم که ما چجوری میتونیم حافظه فعال و یا ورکی مموری خودمون رو یا خودآگاهی خودمون رو در مقابل حملات این خاطرات ناخوشایند بتونیم کنترل بکنیم تا اینکه بتونیم از دست اختلالاتی مثل اضطراب و افسردگی و خشم رها بشیم. وقتی تو هستی آسمون پر از نوره، غم از قلبم هزارون سال دوره. الهی نشکنی قلب من و تو که هر کی عاشقه قلبش بلوره. نگاهم کن نگاهم با نگاهت قصه ها داره، نگاهم کن که چشمت قصه های آشنا داره.
سر تا پا بروری. بمون با من که قلبی من نمیره، کناری تا دلم آروم بگیره. دلم افسانه ای جز عشق پاک ما نمیدونه، که تنها عشق اون افسانه خوبی که میمونه. وقتی تو هستی آسمون پر از نوره، غم از قلبم هزارون سال دوره. الهی نشکنی قلب من و تو، که هر کی عاشق قلبش بلوره. نگاهم کن نگاهم با نگاهم قصه ها داره، نگاهم کن که چشمت قصه های آشنا داره. خب دوستان خسته نباشید. دکتر سیامک منجزی هستم، مشاور کودک و خانواده و متخصص روانشناسی اعصاب. دوستان از وبسایت ما میتونن اطلاعات ما رو به دست بیارن. اگر دوست دارن با ما تماس بگیرن، وبسایت monjezi.com monjezi.com. همکارهای من در کلینیک روان درمانی و طب گیاهی دکتر منجزی خانم دکتر فاطمه سعیدی هستن. ایشون تخصصشون مثل منه، مشاور خانواده هستن، و خانم دکتر مریم منجزی متخصص طب گیاهی و طب سوزنی هستن. دوستان دارم در رابطه با اینکه چرا دچار اختلالات روانی میشیم، در خودآگاه ما یا ورکی مموری ما چه اتفاقی میفته و حالا چطور میتونیم کمک بکنیم، یعنی در واقع ذهن فعال یا حافظه فعال یا خودآگاه ما رو محافظت بکنیم در مقابل حملات خاطرات ناخوشایند، خاطراتی که ما رو ممکنه افسرده بکنه، مضطرب بکنه، دچار خشم بکنه. واقعا ما همین چجوری میتونیم این کار رو بکنیم؟ از شما میخوام هر زمانی که این احتیاج به یه تمرین داره، هر زمانی که مثلا دچار یک حس بدی میشید، مودتون خرابه، بی‌حوصله میشید، عصبانی هستید، غمگین هستید، ناامیدید یا مضطربید، نگران آینده هستید، دقت کنید ببینید که چه تصاویری، چه ایمیجایی در واقع توی ذهنتون میاد و میره. گاهی وقتها همونطور که گفتم از قسمت لیمبیک سیستم خاطراتی که و چیزهایی که به ذهن ما فرستاده میشه خیلی سریع عمل میکنن و میرن. من گفتم که سیستم عصبی ما نیاز داره که از تجربیات گذشته استفاده بکنه تا ما رو در مقابل خطرات حفظ بکنه، خطراتی که امروز و همین الان میتونه برای ما اتفاق بیفته. در نتیجه دائم اتفاقاتی که در اطراف ما میفته رو، چیزهایی رو که تجربه میکنیم، همه رو میاد با تجربیات گذشته مقایسه میکنه و مچ میکنه و به ما سیگنال میده که مثلا این چیز خوبه، این بده، این افسرده کننده است، این ناراحت کننده است، این اتفاق حالا باید افسرده بشی، این باید حالا مضطرب بشی، این حالا باید خشمگین بشی. در واقع به ما یک سری پیشنهاداتی رو میفرسته که در مقابل اتفاقاتی که داره میفته ما میتونیم چه جوری واکنششون بدیم. نکته جالب اینه که ما میتونیم تصمیم بگیریم که واکنش متفاوتی نشون بدیم، اما به این سادگی اتفاق نمیفته. با تمرین‌های متداوم هر روز، روزانه، به خصوص در موقع خواب، زمانی که چه ریلکس هستیم، به خصوص زمانی که دچار مود بدی هستیم، مثلا افسرده هستیم، مضطرب هستیم یا عصبانی هستیم، تمرین‌هایی رو انجام بدیم که بتونیم کنترل خودآگاه خودمون رو یا ورکی مموری خودمون رو
به دست بیاریم. برای اینکه بتونیم این کارو بکنیم، همونطور که گفتم ازتون میخوام که توجه کنید زمانی که مثلا شما مودتون خراب میشه، حالا عرض میکنم چه میتونه اندوه باشه، چه میتونه نگرانی باشه، چه میتونه خشم باشه، یادتون باشه که بخش‌های مهم حافظه ما از توی لیمبیک سیستم ما در واقع پیام‌هایی رو به مغز ما میفرستن. این پیام‌ها میتونه به صورت تصاویر باشه، حتی تصاویر خیلی گذرا که اکثرا خیلی وقتا مبهم هستن، به صورت یک سری هیجانات ناخوشایند بازم مبهم، یا به خصوص وقت چیزی که خیلی جالب اینه که کلمات و جملاتی به طور اتوماتیک توی سیستم عصبی ما، توی مغز ما میاد و اونها وقتی که تکرار میشن باعث میشه مود ما خرابتر بشه. من یه مثال براتون میزنم. یه صحبتی هفته پیش با یکی از این دوستان داشتیم راجع به مثلا عصبانی شدن. با یک پدر شب از سر کار میاد خونه، خیلی خسته است، اگزاستد، میاد خونه میخواد استراحت بکنه. 2 تا 3 تا بچه کوچیک داره. وارد خونه میشه، میبینه بچه‌ها دارن دعوا میکنن، تو سر کله هم میزنن، نمیدونم جیغ میزنن، یک جو متشنجی توی خونه وجود داره، سر و صدا هست، توش آرامش نمیشه داشت. وقتی من از افراد میپرسم و براشون مثال میزنم که چه کلماتی در اون لحظه در ذهن شما میاد، در واقع سلف تاکی که ما داریم، حرفی که اون گفتگویی که با خودمون داریم، در واقع با قسمت ساب کانشس مغزمون داریم، چیزی که بهش میگیم نگاتیو سلف تاک، گفتگوی با خود به صورت منفی یا مخرب، معمولا به این صورته که ای وای من دوباره اومدم خونه، ای وای دوباره شب شد، ای وای دوباره بچه‌ها دارن دعوا میکنن، عجب اشتباهی کردم، مثلا ازدواج کردم، عجب غلطی کردم، مثلا بچه دار شدم، مثلا منو چه به بچه داشتن، من اصلا دیگه انگار حق آرامش ندارم، همه کارم شده اینه که به بچه‌ها سرویس بدم، اپریشیت نمیکنن، کسی قدردانی نمیکنه. یعنی این گفته ها همینجوری هی میاد که به صورت حرف های خیلی کلیشه‌ای، خیلی کلی، خیلی سیاه و سفید و در واقع خیلی کوبنده هستن و باعث میشه دائم مود شما خراب بشه. خیلی وقتا ما خودمون آگاهی نداریم به اینی که نگاتیو سلف تاک داریم. حتی خیلی وقتا تصاویری توی ذهن ما میاد از تجربیات گذشته که عرض کردم، خیلی وقتا میتونه مبهم باشه و ما باهاش باز نسبت ممکنه آگاهی نداشته باشیم. یه مقدار تمرین لازمه، فوکس لازمه که زمانی که شما عصبانی هستید بشینید، چشاتون رو ببندید، تمرکز بکنید و ببینید چه اتفاقی داره در خودآگاهتون میفته، چه فرایندی، چه پروسسی اتفاق میفته. قسمت ساب کانشس مغز شما از توی لیمبیک سیستم شما، قسمتی که عواطف رو کنترل میکنه، قسمتی که خاطرات رو کنترل میکنه، چه پیغام هایی داره به مغز شما میفرسته که باعث میشه شما مثلا عصبانیتتون تشدید بشه و به جایی برسید که شروع کنید شما هم داد زدن و فحش دادن و توهین کردن و قطعنامه صادر کردن و که شما همتون بچهای بدی هستید که به حرف من گوش نمیده، من چه آدم بدبختی هستم، این چه وضعیه، این چه زندگیه. چیزهای کلی، حرفای کلیشه‌ای، خیلی کلی، عملا بی‌معنی، بی‌نتیجه و بدون هیچ منطق درست حسابی، اما خیلی اهمیت دارن. میدونید چرا؟ به خاطری که اینها تبدیل میشن به جهان بینی ما، تبدیل میشن به دیدگاه ما از زندگی، دیدگاه ما از ارتباطمون با همسرمون، با خانوادهمون، با نسل آینده، با بچه‌هامون، دیدگاه ما از اینی که ما چجوری زندگی کردیم، کجا بودیم و الان به کجا رسیدیم، دیدگاه ما از اینی که ما چقدر حق داریم و چجوری داره حقمون خورده میشه. یعنی تمام اینها برمیگرده به فلسفه ما از زندگی. ممکنه من اگر مثلا از دست یکی یا دست حالا بچه خودم عصبانی میشم، در جام یه حرفی بزنم که ای وای من بچه دار شدم، زندگیم دیگه به هم خورد، تمام شد، دیگه آزادی ندارم، دیگه استقلال ندارم، آرامش ندارم. اینا یعنی همه فلسفه که شما دارید برای زندگی اجتماعی خودتون و برای زندگی خودتون میریزید و خیلی هم قوی هستن و هی که ادامه پیدا میکنن هی مخربتر میشن و باعث میشن که عضلات ما منقبض بشه، باعث میشن که خیلی تنس بشیم، باعث میشه که به خصوص وقتی عصبانی میشیم، چون عصبانیت یه ارتباط خیلی نزدیکی داره با احساس خطر کردن و حفظ ایمنی خودمون، در اون لحظه دیگه به هیچی اهمیت نمیدیم، فقط به این اهمیت میدیم که حق خودمون رو از دنیا بگیریم، حق خودمون رو از بچه‌هامون بگیریم، حق خودمون رو حالا از هر کسی که باید بگیریم، چون به ما داره خیلی ظلم میشه، چون مثلا من خسته اومدم خونه نمیتونم استراحت بکنم.
و حرفهایی که بعدن ماها به طور خیلی به عنوان پدر مادر حرفای کلیشه‌ای خیلی سیاه‌وسفید و کلیگویی که بعدن به بچه‌هامون یاد میدیم. به خصوص من خیلی میشنوم فرض کنید موقع رانندگی، شما دارید رانندگی میکنید، پشتش یکی رانندگی میکنید مثلا داره یواش میره و شما عصبانی میشید، بچه‌تون هم جفتتون نشسته در میاد شروع میکنید به بد و بیرا گفتن و بعد شروع میکنید جمله‌های کلیشه‌ای گفتن که خیلی عذر میخوام البته از این حرفا که او مردم همه احمقن، مردم همه نفهمن، مردم همه بی ملاحظه هستن، مردم اصلا بلد نیستن رانندگی کنن، مردم اینطور، مردم اونطور. عصبانی هستیم، حرفای خیلی بی معنی میزنیم، اما خبر نداریم که این حرف ما چه تاثیر مخربی روی ذهنیت بچه‌های ما و دیدگاهشون از زندگی، از انسان و روابط اجتماعی و روابط خانوادگی داره شکل میگیره. تاثیر فوق‌العاده مخربی ما روی بچه‌های خودمون میذاریم. در واقع داریم مخزن حافظه اینها رو با این دیدگاه‌های منفی و سیاه و سفید، کلی و بی‌معنی و مخرب داریم پر می‌کنیم. خب پس تمرین اول اینه که ببینید در ذهن شما چه اتفاقی داره میفته. همونطور که عرض کردم تصاویر، گفته‌ها و یک سری هیجاناتی که به صورت مبهم به سراغ ما میان، ما اونها رو خیلی وقتها بهش توجه نمی‌کنیم و تسلیمشون میشیم. خب حالا چجوری باید جلوشو بگیریم؟ یعنی زمانی که فرض کنید من بر اثر یه تجربه که الان دارم ممکنه دچار حالت اندوه بشم یا حالت اضطراب بشم یا حالت خشم بشم، چجوری میتونیم در واقع کنترل بکنیم، جلوی قسمت لیمبیک سیستم رو بگیریم، قسمتی که عواطف ما رو کنترل میکنه، از اینی که این علامت و این سیگنال های منفی و مخرب رو به قسمت خودآگاه ما نفرسته. چجوری میتونیم این کارو بکنیم؟ تنها راهی که میتونیم این کارو بکنیم، موضوع بسیار مهمیه، حتی در مورد آموزش کسانی که دچار ADHD هستن این بحثم خیلی مهمه، که بتونن تمرکز و اتنشن خودشون رو کنترل بکنن و جلوی پرش افکارشون رو بگیرن، که تقریبا تمرینای مشابهی من همیشه به افراد میدم. راه حلش اینه که باید توجه و تمرکز خودمون رو جابجا بکنیم، شیفت بکنیم به یک موضوع دیگه. این یادتون باشه زمانی که شما در ذهنتون، در خودآگاهتون داره اتفاقی میفته، تصاویر و گفته‌هایی عبور میکنه که شما رو ناراحت میکنه، آرامش شما رو به هم میزنه، تنها راهی که بتونیم جلوشون رو بگیریم، متوقفش بکنیم، اینه که ذهن خودمون رو به یک موضوع دیگه متوجه بکنیم. این یک اصله. منظورم چیه؟ شما در نظر بگیرید توی اتاقی که نشستید، این اتاق خودآگاه شماست. در نظر بگیرید اون خاطرات منفی که به ذهن شما فرستاده میشه، اون سیگنال‌های منفی مثل یک نفر آدم یا یک گروه آدم خیلی خشن و در واقع اگریسیو هستن و به زور میخوان از در اتاق وارد اتاق شما بشن، همون سیگنال‌های منفی و مخرب. راهش این نیست که شما برید جلوی در وایسید و به زور بخواید جلوی اونا رو بگیرید که وارد نشن، چون هیچ وقت موفق نمیشید. راهش اینه که اتاق خودتون رو با کسان دیگه‌ای که مثبت هستن، به شما آرامش میدن، اینو دارم به عنوان مثال میگم، در واقع پر بکنید که دیگه جای نمونه برای اون مخرب ها وارد بشن. یعنی زمانی که در وارد میشه میخوان وارد بشن، میبینن جای نیست، مثل یه اتاقی که همه صندلیاش پره، همه نشستن، هیچ جایی وجود نداره. و اونها وقتی که وارد میشن میبینن که اینجا جایی ندارم، و وقتی که جایگاهی نباشه میرن و متوقف میکنه سیستم عصبی، لیمبیک سیستم، فرستادن این سیگنال‌های منفی رو. پس شیفت دادن اتنشن به یک موضوع دیگه اصله. اینو به این خاطر میگم، به خاطر این که ببینید خیلی وقتا افراد برای من میگن ما میریم جای کلاس‌های ریلکسیشن، مدیتیشن یاد میگیریم برای کنترل سیستم عصبی خودمون، کنترل خودآگاهی خودمون، و به ما یه تمرین‌هایی میدن و خیلی وقتا افراد میگن که این تمرین‌ها آنچنان به کاری هم نمیکنه. مثلا من وقتی دوچار فرض بکنید یک احساس بد مخرب، حالا اضطراب آور میشم، تمرینی که به من یاد میدن اینه که به من بگم که نه، من قویم، من خوبم، من آدم نمیدونم مثبتی هستم، من آدمی هستم که در زندگی میتونم کارهای خوب بکنم. یعنی سلف تاکی که به اصطلاح مثبته، نه اینه که الان سلف تاک بده، اما اشکال کارش اینه که توجه شما رو از موضوع اصلی که داره شما رو آزار میده به چیز دیگه‌ای، به یک موضوع دیگه‌ای این حرفا انجام نمیده. شما هنوز دارید راجع به همون موضوع با خودتون صحبت میکنید، یعنی بحث همون بحثه.
درست مثل این که آدم هایی که خشن و اگریسیو هستن و میخوان شما رو آزار بدن، شما راه بدید تو خونتون و بعد وقتی که میان شروع کنید باشون صحبت کردن و نصیحت کردن که مثلا آزار دادن دیگران کار خوبی نیست. این کار فایده نداره. راهش اینه که خودآگاه خودتون رو پر کنید از متریال، اطلاعات و به خصوص تصاویر. وقتی میگم تصاویر به خاطر اینکه حرف‌ها و گفت‌های تکراری تاثیر خیلی ناچیزی دارن. تصاویری که کاملا خنثی هستن به لحاظ بار عاطفی، یعنی زمانی که در ذهن شما داره پیغام‌هایی میاد که بار عاطفی منفی دارن، راهش اینه که ذهن خودتون رو پر کنید از تصاویری که این روی این مسئله خیلی تاکید میکنم، یعنی ویژوالیزیشن و ایمیج هایی که بار عاطفی کاملا خنثی دارن. پس یادتون باشه راهش این نیست که ذهن خودتون رو پر کنید با مثلا حرفا یا گفتهایی که بار عاطفی مثبت دارن. شما دچار احساس مثلا سلف کانفیدنس پایین هستید، اعتماد به نفس پایین دارید، همش به خودتون بگید که نه من آدم قوی هستم، من نمره 1 هستم، من آدمی هستم که توانایی دارم، من باهوشم. این حرفها متاسفانه هیچ فایده‌ای نداره، هیچ تأثیری نداره، هیچ وقت هم کار نکرده. برای اینکه بتونید قسمت لیمبیک سیستم خودتون رو، قسمتی که عواطف رو کنترل میکنه، جلوشو بگیرید که دیگه سیگنالی به مغز شما نفرسته، باید تصاویری در ذهن خودتون و خودآگاه خودتون بیارید که از لحاظ بار عاطفی خنثی هستن. تنها راهش اینه که اون قسمت در واقع شروع کنه اسلو داون بکنه، آهسته پیش بره و در واقع دیگه سیگنال منفی نفرسته. و اونها معمولا چی هستن؟ اونها تصاویری هستند که مربوط به فعالیت نیمکره چپ هستند. نیمکره چپ ما با اعداد، با ریاضی، با منطق، با فلسفه و با زبان سر و کار داره. بنابراین زمانی که شما تمرینش هم اتفاقا خیلی راحته، ولی بحثش و فلسفهش مهمه که توضیح بدم چرا اینقدر کار میکنه. مثلا زمانی که شما عصبانی میشید، من هر موقع به کلاینتام میگم که بشینید، اول نفس عمیق بکشید، عضلاتتون رو ریلکس کنید، بعد شروع بکنید تصاویر اعداد رو در ذهن خودتون بیارید. عدد 1 2 3 یادتون باشه، میگم تصویر نه فقط صداش. در ذهن خودتون بیارید، یا مثلا شروع کنید در ذهن خودتون با اشکال هندسی مثل مثلث و مربع و دایره بازی کردن، به خاطر که اینها مربوط به نیمکره چپ هستن، قسمتی که منطق رو کنترل میکنه و اینها هیچ گونه بار عاطفی ندارن. در نتیجه ذهن شما رو این تصاویر کاملا پر میکنه. لیمبیک سیستم شما دیگه میبینه جایی نیست، کسی رو نمیفرسته تو. درست مثل که یک نفر واسه دم در و هی آدم میفرسته توی سالن و بعد بهش میگن آقا ظرفیت پر، صندلی دیگه نیست، لطفاً دیگه کسی رو نفرست تو، اونم نمیفرسته. قضیه به همین سادگیه. فرایندش پیچیده است ولی کنترلش خیلی راحته. خب دوستان، اگر در این مورد سوالی دارید یا پیشنهادی دارید در مورد بحثی کردم و یا از خدمات ما میخواید استفاده کنید، لطفاً با ما تماس بگیرید. وبسایت monjezi.com monjezi.com. برنامه رو با خوندن یک شعر، امروز داشتم سرچ میکردم، یه شعر خیلی جالب پیدا کردم که بر سنگ مزار پروین اعتصامی نوشته شده. خانم پروین اعتصامی شاعره معاصر بودن که متاسفانه در فروردین 1320 در دوره جنگ دوم در سن 35 سالگی از بیماری حصبه فوت کردن و این شعر بر مزارشون نوشته شده که خیلی شعر جالبیه. البته یه جمله خیلی جالب دیدم که نوشتن ادعا میکنن بر سنگ مزار اسکندر مقدونی نوشته شده که خیلی حرف جالبیه. میگه اکنون گور او را بس است، آنکه جهان او را کافی نبود. و این یه واقعیتیه که برای همه ما اتفاق میفته. هیچی اینجا برامون کافی نیست، برای اون آخر همون ما را بس است. دوستان، این شعر رو با شما میخونم، همینجا باتون خداحافظی میکنم و باز وبسایتم رو تکرار میکنم monjezi.com monjezi.com و لطفاً به این شعر توجه بکنید و امیدوارم که شب خوبی رو داشته باشید. این که خاک سیهش بالین است، این که خاک سیهش بالین است، اختر چرخ ادب پروین است.
گرچه جز تلخیز ایام ندید، هرچه خواهی سخنش شیرین است. صاحب آن همه گفتار امروز، سائل فاتحه و یاسین است. دوستان به که ز وی یاد کنند، دل بی دوست دلی غمگین است. خاک در دیده بسی جان فرساست، سنگ بر سینه بسی سنگین است. بیند این بستر و عبرت گیرد، هر که را چشم حقیقت بین است. هر که باشی و ز هر جا برسی، هر که باشی و ز هر جا برسی، آخرین منزل هستی این است.